اولین باری که اسم بیت کوین رو شنیدید یادتونه قیمتش چقدر بود؟ اولین دفعه‌ای که بیت کوین خریدید چی؟ رو چه قیمتی بود؟ بعداً رو چه قیمتی اونا رو فروختید؟ برای روایت داستان این ویدیو می‌خوایم برگردیم به 1-2 سال بعد از تولد بیت کوین، یعنی اوایل سال 2010. میدونیم که تو این سال بیت کوین هنوز تو دوران طفولیت خودش بود و از نظر قیمت در اون سال هر بیت کوین شاید نهایتاً 30 سنت می‌ارزید. حالا با شخصیت اول داستانمون آشنا بشید. آقای کوین دی، یه متخصص حوزه تکنولوژی و متولد دهه 90 میلادی از ایالت نبراسکا، یکی از ایالت‌های مرکزی امریکا که به خاطر دشت‌های وسیع و آسمون باز و کشاورزیش شناخته میشه. کوین یه برنامه‌نویس عادی نبود. شماهایی که گیمرید بهتره بدونید که آقای دی یکی از دیولپرهایی بود که روی بازی‌های بزرگ و خفنی مثل مورتال کامبت سری 4، NBA شوتایم و NFL بلیتز کار کرده بود. تو این عکس هم میتونید کوین رو کنار مارک همیل، همون بازیگر نقش خاطرانگیز لوک اسکایواکر از سری استار وارز ببینید. با اینکه کوین توی صنعت بازیسازی خیلی فعال بود، اما بازی‌های ویدیویی علاقه اصلی و واقعیش نبودن. عشقش در واقع اینترنت بود. بعد از شکست فاجعه آمیز استارتاپش توی حباب.com رفت سراغ خدمات هاستینگ وبسایت‌ها. این علاقش به اینترنت و آزادی فرهنگی چیزی بود که کوین رو توی همون سالها به سمت بیت کوین کشوند و این سرآغاز داستان عجیب کوین بود. سلام. خوش اومدین به یوتیوب ارز دیجیتال. ما که حسابی دلمون براتون تنگ شده بود و امروز هم یه روایت جذاب کریپتویی براتون داریم. منتها این یکی به جرم یا جنایت خاصی مرتبط نیست، ولی برای خود ما ناباورانه و دلسرد کننده بود. برید برای خودتون یه چای بریزید و یه جای راحت پیدا کنید که داستان امروز رو براتون روایت کنیم. اگر ویدیو رو لایک کنید و به کانالمون ملحق بشید، به ما در ادامه مسیر خیلی کمک کردید. خب، داشتیم میگفتیم که استارتاپ کوین توی حباب.com نابود شد. اینجا بهتره یکم بیشتر راجع به حباب.com بگیم. ساله 1995 و 6 بود که همه دنیا شیفته اینترنت شده بود. برای هر شرکتی که اسمش با .com تموم میشد، سرمایه‌گذارا سر و دست میشکستن. قیمت سهام این شرکت‌ها روز به روز میرفت بالاتر. شرکت‌های مثل ایبی، آمازون و یاهو هم توی همین زمانا بود که به وجود اومدن. خلاصه که یه سری شرکت نوپای حوزه تکنولوژی سر و کله‌شون تو بازار سهام پیدا شده بود. حالا جالبه بدونید که خیلی از این شرکت‌ها حتی نمیدونستن چجوری قرار پول در بیارن و اصلا مسیر آینده خودشون رو ترسیم بکنن. ولی با این حال همه فکر می‌کردن حتما آینده درخشانی در انتظارشونه. طمع دست از سر مردم بر نمی‌داشت. همه هیجان زده و اصطلاحاً جوگیر بودن و سرمایه‌گذارا فکر می‌کردن اگر تو این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری نکنن، طلایی‌ترین فرصت زندگیشون رو از دست دادن. یه جورایی همه چشم بسته پولاشون رو میریختن توی این شرکت‌های به اصطلاح .com. وقتی رسیدیم به سال 2000 تازه سرمایه‌گذارا چشماشون باز شد. دیدن مدل‌های کسب و کار این شرکت‌ها خیلی ضعیفه. هیجان بین سرمایه‌گذارا بیداد میکنه و قیمت‌ها هم دارن به شکل غیر منطقی بالا میرن. این شد که در نهایت اعتماد به این شرکت‌ها کم شد و اون سرمایه‌گذارانی که از طریق بازار سهام این شرکت‌ها رو خریده بودن تجدید نظر کردن و سهامشون رو برای فروش گذاشتن. این عوامل باعث فروش شدید سهام و ورشکستگی خیلی از این شرکت‌ها شد. سرمایه‌گذارای دیگه هم طبعاً ترسیدن و شروع کردن به پنیکسل یا به عبارتی فروش هیجانی سهامشون. قیمت‌ها تو سال 2010 جوری سقوط کرد که خیلی از این شرکت‌ها ورشکست شدن. بازار حوزه تکنولوژی هم طبعاً از این قضیه ضربه خیلی بدی خورد. بگذریم. برگردیم سراغ کوین. کوین زمانی وارد بازار بیت کوین شد که قیمت هر واحد BTC اون موقع فقط $7 بود. کوین هم از اونجایی که دید مثبتی نسبت به آینده بیت کوین داشت، به شکل دیوانه‌واری شروع کرده بود به ماینینگ. یکم که بریم جلوتر، تو 19 ژوئن 2011 قیمت بیت کوین توی بزرگترین صرافی اون زمان یعنی MTGOX یکی از بزرگترین فلش کرش های دوران قیمتی خودش رو تا الان تجربه کرد. فلش کرش چیه؟ در واقع ریزش یکباره و شدید قیمت یه داراییه. این سقوط انقدر وحشتناک بود که قیمت در عرض فقط 20 دقیقه از $17 به 1 سنت سقوط کرد. خیلی از تریدرهای این صرافی وحشت زده شده بودند. اما کوین نه تنها ناراحت نبود، بلکه این ریزش کلاً به چشمش یه فرصت خیلی بزرگ بود. شاید بزرگترین شانسی که زندگی در اختیارش ممکنه بذاره. یه ریکورد که این فلش کرش رو به صورت لایو نشون میده رو ببینید.
I've been watching this since about 17. I've not seen a single uptick in this market. It's going straight down. I would be fascinated to know what news is associated with this. I'm sure we're going to find out. 3.5, 3.3, 3.2, and 3.1. Well, I'm all broken up about my $99. The main thing I'm broken up about is I could have had 33 Bitcoins. So we're going to see how low this thing goes. We're down to 2.2. And it looks like the Mt. Gox feed crashed. We are still crashing. We're at 2. And this has got to be some kind of news about Mt. Gox. Possibly that it's closed down. I don't know, we're getting feed crashes at this point. We're at 1.5, we're at 1.4, 1.3. Looks like we're going to go under $1 here. This has got to be accompanied by some kind of news. I'm going to wait until the market settles down here and go and look for some news. We are down to 1. And we're trying to go under 1. Notice I have not seen a positive tick. کوین بعد این ویدیو و ریزش بیشتر قیمت یه سفارش خرید $3000 به قیمت تقریباً 1 سنت یا یک صدم دلار برای هر بیت کوین رو توی صرافی ثبت کرد. به زبون تخصصی تریدرها بگیم، کوین یه بید $3000 روی 1 سنت برای هر بیت کوین توی صرافی ثبت کرد. نتیجهش چی بود؟ اون با $3000 الان صاحب حدود 260,000 بیت کوین شده بود. وقتی بیت کوین یکم ثبات پیدا کرد و دوباره به قیمت‌های قبل ریزش برگشت، کوین چیزی معادل 166,000% سود کرده بود. یعنی با کمتر از $3000 $5 میلیون در یک ترید و توی یک شب به دست آورده بود. ببینید چقدر خوش شانس بوده طرف. At least 20 minutes, if not a little bit longer than that, of just going from $17 to a penny. Wow. And then the way you beat everyone else out is you were just smart. You benefited from the smart tax. So you bid 0.0101. Right. I bid 1 cent and 1/100th of a cent for the Bitcoins because everybody else had buy orders at exactly 1 penny. Nobody had one slightly above a penny. So I saw that was happening, placed mine just the tiniest bit above the existing orders, and just through dumb luck happened to get mine in. And that executed, you know. چون سفارش خرید کوین یه مقدار بالاتر از بقیه سفارش‌های خرید دیگه بود، با ریزش قیمت طبعاً سفارشش زودتر از اونایی که سفارششون زیر 1 سنت بود پر شد. اما در ادامه همه چیز انقدر گل و بلبل نبود. نگید که انتظار داشتید فقط داستان میلیونر شدن کوینو بگیم. راستش اینه که داستان تراژدی تر از این حرف است. سقوط ناگهانی قیمت توی MTGOX یه ریزش طبیعی و نوسان عادی قیمت بیت کوین نبود. MTGOX توی اون سالها بزرگترین صرافی کریپتو توی توکیو بود. انقدر بزرگ که بین سالهای 2010 تا 2014 70% کل معاملات بیت کوین و کریپتو توی دنیا از این صرافی انجام میشد. وقتی هم که انقدر یه صرافی کریپتو توی چشم باشه، طبیعیه که هکرها هم برن سراغش. MTGOX هم از این قاعده مستثنا نبود. سال 2011 هکرها تونستن اطلاعات هزاران کاربر رو بدزدن و با استفاده از اونها کلی بیت کوین رو به خارج از صرافی جابجا کنن. در واقع این نقص توی پروتکل‌های امنیت و شبکه بود که باعث شد چندین هزار بیت کوین گم بشه. مشکلات اصلی از اواخر سال 2013 شروع شد. کاربرا نمیتونستن پولاشون رو از این صرافی برداشت کنن. باگ‌های فنی باعث شده بود که صرافی نتونه جزئیات تراکنش‌ها رو به درستی پیگیری کنه. برای اینکه متوجه بشید چقدر اوضاع خراب بوده، باید بدونید که صرافی در مورد اینکه آیا بیت کوین ها به کیف پول‌های دیجیتال مشتریاشون منتقل شدن یا نه هم اطمینان نداشت. Hey, this is Annie for DNews. Mt. Gox, once the world's largest Bitcoin exchange, abruptly shut down on Monday following a reported theft of over 700,000 Bitcoin, leaving many Bitcoin users feeling cheated and others wondering if this is the end for the digital currency. تو این سالهای اولیه تولد بیت کوین، نگهداریش توی صرافی اصلاً ایده خوبی نبود. کماکان که نظر ما امروز هم اینه که صرافی جای نگهداری کریپتو نیست.
جالبه که بدونید این اولین رویارویی امتیگاکس با مشکلات امنیتی نبود. فقط یک هفته قبل تر از این هک، صرافی گزارش کرده بود که 25,000 تا بیت کوین دزدیده شده. حتی حسابرس‌های خودشون رو هم توی این مسئله مقصر میدونستن. He was able to brute force, apparently probably brute force the password and get into at least one account. Probably the one. What seems to have happened, and again, this is a lot of speculation here, but according to some of the statements that Mt. Gox has made, an auditor was auditing some of their books, had access to their database in a read-only fashion, and apparently was only supposed to be looking at certain things, only verifying some numbers. They've been going through some efforts to try to become more legal in certain areas and be registered and that sort of thing. And they were trying to have their books in order before they did that. بدترین قسمت داستان اینی که صرافی توی فوریه 2014 اعلام کرد که فعالیت‌های مشکوکی دیدن و برداشت‌ها رو متوقف کردن. بعد متوجه شدن که حدود 850,000 بیت کوین گم شده. البته بعداً 200,000 تاش پیدا شد، ولی بقیه‌شون هیچ وقت پیدا نشدن. بعضیا میگن این اتفاق کار هکرهای روسی بوده. مدیرعامل شرکت مارک کارپلز سال 2019 به جرم دستکاری اطلاعات محکوم شد. حالا خبر خوب اینه که از سال 2021 صرافی برای جبران خسارت کسایی که پولشون اونجا گیر کرده شروع کرد به برگردوندن پول مردم. البته این فرآیند هنوزم ادامه داره و حتی تا همین اواخر هم کلاهبردارا سعی کردن از این وضعیت سوء استفاده کنن. حالا این همه راجع به هک بزرگ امتیگاکس گفتیم. ربطش به داستان سفارش کوین چی بود؟ وقتی هکرها به سیستم صرافی نفوذ کردن، شروع کردن به دستکاری دفترچه سفارشات و اون رو با سفارش‌های فروش جعلی پر کردن. این حجم فروش سنگین باعث وحشت بین معامله‌گرها و افزایش فشار فروش توی این صرافی شد. هکرها با پر کردن اوردر بوک با سفارش‌های جعلی فروش قیمت بیت کوین رو به 1 سنت رسوندن. احتمالاً هم هدفشون این بود که از این هرج و مرج برای سود خودشون استفاده کنن و باعث شدن که معامله‌گرها از ترس شروع به فروش کنن. یعنی بیت کوین رو با قیمت خیلی خیلی پایین‌تر با اکانت‌های خودشون بخرن. این امکان هم وجود داره که هدفشون از بین بردن اعتماد به بیت کوین و صرافی امتیگاکس هم بوده باشه. یا شاید فقط می‌خواستن حواس همه رو پرت کنن تا بتونن مستقیما پولا رو بدزدن. صرف نظر از اینکه هدف دقیقشون چی بود، این حمله باعث اختلال جدی در بازار شد. این وسط کوین به نظر می اومد که آدم خوش شانسی بوده که از این اتفاق تونسته استفاده کنه. اما این تازه اول ماجراست. متاسفانه بخت خیلی با کوین یار نبود. امتیگاکس قصد داشت یکی از ناعادلانه ترین کارها رو در قبال کاربراش انجام بده. این صرافی میخواست همه معاملات رو برگردونه به قبل از این هک. اگر بخوایم به صورت تخصصی بیانش کنیم، باید بگیم که تمام سفارشات رول بک می‌شدن. رول بک توی سیستم‌های صرافی‌های ارز دیجیتال به معنای برگردوندن معاملاتیه که توی زمان فعالیت غیرعادی بازار بر اثر اتفاقاتی مثل هک، خطاهای سیستمی یا دستکاری شدید رخ داده. این اقدام معمولاً برای محافظت از کاربرا در برابر معاملات متقلبانه و بازگردوندن سلامت بازار انجام میشه. موضوع رولبک ها واقعاً بحث برانگیزه و یه جورایی ناعادلانه به نظر میاد. با این حال صرافی‌ها معتقدن که رولبک ها برای حفظ اعتماد و ثبات در موارد هات ضروری‌اند. اینجا کسایی که از ریزش قیمت استفاده کرده بودند و تعداد زیادی بیت کوین رو روی قیمت‌های پایین خریده بودند، با موجودی 0 بیت کوین توی داشبوردشون مواجه شدن. شما هم مثل ما احتمالاً میتونید با این تریدرها احساس همدردی کنید و خشم و عصبانیتشون رو از این ماجرا درک کنید. کوین ولی بیکار ننشسته بود. قبلتر از رولبک وقتی حد زد ممکنه صرافی سر برداشت بازی در بیاره، موفق شد 643 تا از اون 260,000 تا بیت کوین رو برداشت کنه. این مقدار حداکثر مقدار مجاز طبق سیاست‌های امتیگاکس برای برداشت بود. اینجا بود که نظرات مردم درباره داستان کوین دو دسته شد. یه عده کوین رو متخلف می‌دونستن چون تونسته بود 643 بیت کوین رو قبل از رولبک برداشت کنه. حتی خیلی‌ها فکر می‌کردن کوین همون هکر صرافیه و دزد خطابش می‌کردن. اما یه سری افراد دیگه‌ای بودن که اونو قهرمان می‌دونستن چون با وجود ضرر هنگفتش از شکایت علیه امتیگاکس خودداری کرده بود تا به نظر خودش به اعتبار بیت کوین لطمه نزنه. کوین بعدها توی برنامه تلویزیونی حاضر شد تا از خودش دفاع کنه چون معتقد بود معاملش کاملا قانونی بوده و اون مسئول هک صرافی نبوده و خودش هم از این ماجرا خیلی ضرر دیده. And I was a witness to the event that happened yesterday where somebody with a large quantity of Bitcoins decided to sell all of them at a penny.
which instantly crashed the market. And, because every sell has to be matched up with a buy, somebody was the one who bought all those coins for a penny, and that somebody just happened to be me. Yesterday, just through pretty much good timing, I bought roughly $5 million worth of Bitcoins for $3,000. کوین توی این برنامه و توی بیانیه‌های شخصیش از MTGOX خیلی انتقاد می‌کرد. او میگفت صرافی با رولبک معاملات داره با آتش بازی می‌کنه و این بازی خطرناکیه. از نظر کوین، صرافی‌ها باید اصول بنیادی بیت کوین رو سرلوحه کاراشون قرار بدن. یعنی شفاف، تغییرناپذیر و عادلانه باشن. با وجود توصیه‌های مشاورای حقوقی کوین مبنی بر اینکه MTGOX رو به دادگاه بکشونه و ازشون شکایت کنه، کوین ترجیح داد اصلاً پیگرد حقوقی نکنه. خودش میگه نگران بودم این کار اکوسیستم نوپای بیت کوین رو بی‌ثبات کنه. البته شاید مقاصد دیگه‌ای هم داشت. بعد این ماجرا کوین یه جورایی تبدیل شد به نماینده مسئولیت پذیری شخصی تو دنیای ارزهای دیجیتال و شروع کرد به تبلیغ این جمله معروف که #کلیدهای خودت کوین‌های خودت. کوین 259360 بیت کوین رو از دست داد که الان ارزشش بیشتر از 22 میلیارد دلاره. این داستان یه هشدار خیلی جدیه برای کسایی که تو دنیای کریپتو فعالیت میکنن. این ماجرا دقیقاً نشون میده که صرافی‌های متمرکز چقدر میتونن خطرناک باشن و اهمیت محافظت از دارایی‌ها تو دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال چقدر بالاست. از ما بشنوید خیلی رک بهتون میگیم که بیت کوین تو صرافی بیت کوین واقعی نیست و شما کنترلی که روی بیت کوین‌های توی والتتون دارید رو نمیتونید روی بیت کوین‌های صرافیتون داشته باشید. بحث اصلی داستان کوین و تریدرهایی که درگیر داستان مشابه کوین شدن حول یه نکته کلیدی میچرخه. اینکه آیا صرافی‌ها باید به همون استانداردهای بنیادی بیت کوین پایبند باشن؟ متاسفانه اکثر صرافی‌ها هیچ حقی برای کاربرا در مورد دارایی‌های دیجیتالشون قائل نمیشن. این معضل بزرگیه و با فلسفه بیت کوین به شدت در تناقضه. در نهایت و ته این ماجراها MTGOX فقط منافع خودش رو در نظر گرفت. رولبک انجام شد و معاملات خیلی از تریدرها تو این صرافی به قبل از این اتفاق برگشت. با پاک کردن تمام معاملات بعد از این حادثه، کوین 259360 بیت کوین رو از دست داد. اتفاقی که براش افتاد برای منی که فقط شنونده این داستان بودم و الان دارم براتون بازگو میکنمش، جز حسرت و عصبانیت و ناراحتی چیزی نداشت. البته درس خیلی مهمی هم گرفتم. همونطور که گفتیم بیت کوین تو صرافی بیت کوین نیست. شما درباره داستان کوین چی فکر میکنید؟ اگر شما تو این موقعیت بودید چی کار میکردید؟ مثل کوین از درگیری کنار میکشیدید یا کفش آهنی پا میکردید و میرفتید به جنگ صرافی‌های متمرکز؟ نظراتتون رو در بخش کامنت ها برامون بنویسید. مطمئن باشید تمامشون خونده میشه. اگر از این ویدیو چیزی یاد گرفتید، برای اینکه خستگی ما هم در بره لایکش کنید و به کانالمون جوین شید. تا ویدیوی بعد ایمن بمونید و هدل کنید. خداحافظ.